این داستان ترسناک که میخوام براتون بگم از زبون آقا عبادا. گفته شده که به دلیل شرایط کاری که توی شهرستان داشته شبا دیر وقت میرفته خونه و اتفاقی شب قرار بوده بعد از کار برادر زن خودشو برسونه خونه. پس بعد از اینکه برادر زنش میاد پیشش با هم به سمت خونه میرفتن و حرف میزدن. وقتی به در خونه میرسن سلطان برادر زن آقا عبادا وارد خونه میشه و آقا عبادا تنها برمیگرده به سمت خونه خودشون. چند قدمی از خونه دور نشده بوده که میبینه سر کوچه سلطان تکیه داده به دیوار و داره لبخند میزنه. هر چی صدا میزنه سلطان سلطان. انگار نه انگار تا اینکه میفهمه جریان از چه قراره و اونی که داره میبینه اصلا سلطان نیست و سریع اونجا رو ترک میکنه و میره سمت خونه. این داستان رو آقا عبادا برای پسرش کیومرث نقل کرده و بود که ایشون هم با ما در میون گذاشتن.